به نام خدا. سلام. پس از سالها ممنوعیت واردات خودرو، همکنون با واردات خودروهای مختلف خارجی به کشور روبرویم و در میان وارداتی ها با خودروی نام آشنا برای ایرانیان مواجه میشیم. نیسان قشقایی که قبلتر در سالهای گذشته نسل اول این خودرو توسط پارس خودرو به بازار عرضه شد، اما در حال حاضر با وجود نسل سوم این خودرو با نسل دوم این خودرو روبرویم. ببینیم بررسی مشخصات نیسان قشقایی وارداتی رو. اول طراحی. در نمای جلویی چراغ‌های LED، لوگوی جدید نیسان و طرح معمول جلو پنجره‌های محصولات نیسان دیده میشه. در نمای عقب خودرو هم چراغ‌های نسبتاً بزرگی رو می‌بینیم و در نمای جانبی خودرو هم طراحی ساده‌ای دیده میشه. اما طراحی داخل خودرو شباهت زیادی با نیسان ایکس-تریل های موجود در بازار داره. اما پیشرانه این خودرو یک موتور 2000 سی سی تنفس طبیعی MPI هست و گیربکس این خودرو هم CVT ایکسترونیک محصولات نیسان هستش. این موتور طبق اعلام نام خودرو شرکت وارد کننده توان تولید 139 اسب بخار و 184 نیوتن متر گشت‌آور رو داره و دیفرانسیل جلو هست و در شرایط استاندارد شتاب 11 ثانیه رو میتونه رقم بزنه. تعلیق این خودرو در قسمت جلو مکفرسون و در قسمت عقب مولتی لینک هستش، اما امکانات ایمنی و رفاهی. امکاناتی چون ترمز پارک برقی، 6 ایربگ، دوربین ثبت وقایع، سیستم تهویه اتومات دو کاناله به همراه دریچه برای ردیف دوم، استارت دکمه‌ای، سیستم کنترل پایداری، سقف پانورامای مونروف و چیزای دیگه است. اما قیمت متاسفانه هنوز قیمت این خودرو اعلام نشده. خب نظر شما در موردش چیه؟ خب اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، برام کامنت بذارید و تا ویدیوی دیگه چنل رو سابسکرایب داشته باشید. با تشکر، خدا نگهدار.